Yani umuman yani dönet ki yani çimeken Resul sallallahu aleyhi ve sellem بيقول ki la يخلون رجل مع امرأة قالوا والحمو يا رسول الله قال عليه الصلاة والحمو موت رسول صلى الله عليه وسلم ki مرد بزرگی بیگونه خالی نماند تنها نماند گفتن که حمو چی؟ حمو یعنی خیشی شوهر خیش شوهر برای زن 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 شوهر دارد شوهرش کی دارد شوهرش کی دارد دودر دارد یا برادر کلانی برادر خرد دارد هم برادرهای زن برادرهای شوهر برای زن چی میشن حمو میشن رسول صلی الله علیه و سلم که حمو گفت مرگ حمو چی میشد مرگ میشد برای همین یعنی برادری شوهر برای زن چی میشد یعنی گفته نامحرم با وی تنها مونده نمیتواند وی زن باید که نزد برادر شوهرش به حجاب باشد تنها نمانند یک جای سفر کرده نمیتواند فهمید لیکن اگر خانه به دیگه مثلا مادر دیگه تنها باشند وی باقی نیست لیکن به یک دیگه و نمیخورند یک دیگر صحبت نمیکنند نه